شوکه میشی اگه بهت بگم ایرانی‌ها 2000 سال پیش جاذبه زمین رو برای انتقال آب برعکس کردن. این جاسم نام قلعه استارو به تاریخ 1800 سال اوج هنر مهندسین ساسانی انتقال آب از پایین دست توسط لوله‌های زیرزمینی انجام می‌شده. اول مجاری زیرزمینی رو درست می‌کردند و بعد در فواصل مختلف سوراخ‌هایی برای عبور هوا ایجاد می‌کردند. بعد از اون لوله‌های خالی رو توی این مجاری و روی چاهایی که حفر شده بود می‌ذاشتن. به این شکل نوعی خلأ هوایی ایجاد می‌شده و آب به تدریج بالا می اومد و به قلعه می رسیده. این سیستم خیلی کارا بود و به خوبی آب قلعه رو تامین می کرد. این قلعه 3 طبقه بیشتر کاربری نظامی داشته. طبقه اول احشام، طبقه دوم سربازان و طبقه سوم جایگاه فرماندهان ساسانی. اینجاست که باید گفت آب مگه سر بالا میره؟ بله، اگه ساسانیان یعنی اجداد ما میخواستن. اگه میگفتن این مهندسی برای مصریا بوده، همه ازش تعریف میکردن. ولی حالا که فهمیدین این مهندسی برای اجداد خودمون بوده، بی تفاوت و بدون یه لایک ساده ازش عبور میکنید.